اگه این مشکلی که میگم داری، باید دستهاتو ریست کنی. گاهی پیش میاد که دستمون رو به کامپیوتر یا لپتاپ وصل می‌کنیم و بعدش که می‌خوایم به کنسول وصل کنیم دچار مشکل هستیم. یا اینکه وقتی که دسته داره فریم‌ور خودش رو آپدیت می‌کنه، وسط آپدیت قطع میشه و دسته دیگه به راحتی به کنسول وصل نمیشه. یا اینکه هر دکمه‌ای که میزنیم توی بازی هیچ اتفاقی نمیفته و انگار که اصطلاحاً بازی فریز شده و دکمه‌ها کار افتادن. یا اینکه باتریمون زودتر از حد انتظارمون خالی میشه و دسته باتری خوب نگه نمی‌داره. یا اینکه انقدر دسته‌های متفاوتی رو به یک کنسول وصل کردیم که دسته خودمون دیگه به راحتی بهش وصل نمیشه. اگر هر کدوم از این اتفاقا براتون افتاده، فقط کافیه که دسته رو ریستارت سخت افزاری کنیم. پشت دستمون یه سوراخ ریز می‌بینیم که فقط کافیه با یه شیء نوک‌تیز مثل سوزن، خلال لندو یا نوک یه اتود یا مداد اون رو 5 ثانیه نگه داریم. توی دسته‌های دوال شاک پلی استیشن 4 هم میتونیم به همین ترتیب عمل بکنیم. بعد مجددا دسته رو با کابل به کنسول وصل کنیم. معمولا در قالب اوقات مشکل دسته برطرف میشه.